این هفته خبر تو خبر داره براتون از احمدی نژادی که بعد از یک کلکل طولانی با خامنه‌ای و باندهای درونی نظام برای اینکه خودش رو از تک و تان اندازه بلند شد و رفت سراغ سناریوی همیشگیش، یعنی عربده کشی و تهدید درست کردن بمب اتمی. اخیراً ما ملاقاتی داشتیم با بعضی از این رؤسای کشورهایی که حالا در دنیا مشهورن به دولت‌های بزرگ، کشورهای بزرگ. بحث هسته‌ای ایران شد. حالا من توضیحاتی دادم. بعد بهشون گفتم بابا شماها که میدونید ما اگه بخوام بمب بسازیم از کسی نمیترسیم، اعلام میکنیم. چی بترسیم ما؟ وقتی میگیم نمیخوایم بسازیم. هر روزی هم خواستیم بسازیم میگیم پشت تلفن میگیم میخوایم بسازیم. حالا اگه کسی میخواد یه تصوری داشته باشه که اگه بمب اتم دست احمدی نژاد بیفته چی میشه، یه نگاهی به این صحنه بندازه تا حساب کار دستش بیاد. از اونجایی که احمدی نژاد اگه یه روز دروغ نگه شب خوابش نمیبره، اینجا هم یه وعده کشکی تحویل داد. باید به سرعت برسیم به سطح اقتصادهای اول دنیا. اینها شدنی است، به خدا شدنی است. همه این سرزمین طلاست. اگه بخواید بدونید که این وعده های کشکی آمحمود چقدر خریدار داره، بهتره یه سری به نمایشگاه دستاوردهای 2 دوره دولت احمدی نژاد در کیش بزنیم و ببینیم چند نفر از اون استقبال کردن. اومدیم به جزیره کیش تا از نمایشگاه دستاوردهای دولت 9 و 10 هم یه بازدیدی داشته باشیم، ببینیم از این نمایشگاه استقبالی شده. استقبال نمایشگاه خوب بود؟ استقبال نمایشگاه تو چه چیزیش؟ مثلا مردم آمده بودن؟ نه، در حد خیلی ضعیف. استقبال خوب بود؟ ضعیف بود، خیلی ضعیف بود. والا نه، استقبال خوبی نشد. این دولتی که احمدی نژاد تلاش میکنه انقدر ویترینش رو شیک بچینه و باهاش پوز بده، وضع پشت صحنه‌اش خیلی درامه. و حالا بریم سراغ یه پارکی که به طور اتفاقی 4 تا دانش آموز توش نشستن، بعد به طور اتفاقی همشون هم لباس زرد پوشیدن و به طور اتفاقی همشون سال 67 توی جبهه بودن و درباره یک موضوع جوانانه دارن خیلی طبیعی با هم گپ میزنن. بچه ها میدونیم 5 مرداد چه روزیه؟ 5 مرداد به نظرم سال روز عملیات مرصاد باشه. حالا کسی از دوستان میتونه توضیح بده؟ من یه اطلاعاتی درباره این عملیات دارم، بکنم بتونم کمکت کنم. بعد از اینکه ایران قطعنامه 598 رو قبول کرد، منافقین پیش خودشون فکر کردن که سپاهیان ارتشیان ایران تضعیف شدن، خواستن که از 2 جبهه وارد ایران بشن، یکی از جهت جبهه‌های جنوب و یکی هم از جهت غرب کشور. پس بچه‌ها بیایم بعد از این همه بحث و گفتگو که کردیم یک نتیجه گیری بکنیم. حالا کی نظری داره؟ ما باید امروز در مقابل هجوم دشمنانمون بر علیه فرهنگ و آیینمون بایستیم. واقعا که برنامه تاثیرگذاری بود و دشمنان نظام الان خیلی ترسیدن. البته فکر نکنید که این 4 قلوی زردنبو همینطوری کشکی همدیگر رو پیدا کردن. اینا از بچگی داشتن توی وزارت اطلاعات برای گفتن همین چند جمله تمرین میکردن.
این هم یه فیلم تبلیغاتی از قالیباف، شهردار تهران، که اومده ژست مردمی بودن بگیره، ولی ظاهرا نمایش طبق سناریو پیش نمیره و مجبور میشن لنز دوربین رو گل بگیرن. خیلی خوش من 2 دقیقه وقتتم خراب کردم. ببین من کوچه پشتی هستم، تمام کوچه ما خراب، یعنی خراب. الان مدت‌هایی که ما رو موش کوچه ما اثری رو سالای خاکای بردن. اگه تشریف من از که آقای بخشی من موش برسونم. حالا بریم سراغ تلویزیون پشم و شیشه و یکی از برنامه‌های پربیننده و مهیج و پرتحرک نظام ولی فقیه که در اون مهمترین مسائل جامعه مورد بحث قرار میگیره. اولین سوال رو میخونم. بیننده ای سوال کرده چرا دعاهای من اجابت نمیشود؟ من عرض میکنم نمیدونم چرا. خب اولیش که به جای جواب سوال سود زد. حالا بریم بعدی. خب تلفن میشنویم. با سلام خدمت شما. میخواستم بگم که وقتی که داریم نماز میخونیم اگر رومون از قبله بر نگردونیم ولی زیر چشمی به اطراف نگاه کنیم و به طوری که رومون به قبله باشه ولی اطراف رو نگاه کنیم، آیا نمازون باطله یا نه؟ با تشکر، خداحافظ شما. نمازتون باطل نیست ولی کراهت داره، خوب نیست. و هر حال آدم موقعی که ایستاده به نماز هی زیر چشمی این ور بر نگاه کنه. شما با یه شخصیت بزرگی دارید با هم با ایشون حرف میزنید یا او داره با شما سخن میگه، شما هی زیر چشمی این ور نگاه کنید این ور نگاه کنید. خب این بده، خوب نیست. حالا این آخوندا که انقدر برای نماز خوندن بقیه نسخه میپیچن، ببینیم که نماز خودشون چجوریه. در خانه خودم ایستادم به نماز. رسم من اینه که در قنوت یه ربنا آتنا بیشتر نمیخونم، معمولا تندم میخونم. حالا شما نگاه خودتون بکنید، دارم اینطوری به قنوت رسیدم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یهو مهمون میرسه این آهنگ رو عوض میکنه، این گردن رو کج میکنه، ربنا آتنا. این حکایت نمازهای ماست، حکایت انگوری است که شوفرای تاکسی آویزون میکنن. چه بسا از انگورای طبیعی خوشگل‌ترم هست، کارآمدی نداره. در انتها توجه شما رو به هنرنمایی یک مادر با صفای هموطن جلب می‌کنیم که هرچند سن و میکروفون نداره ولی استعدادهای پنهانش رو توی همین فروشگاه رو میکنه. گل سنگم گل سنگم چه بگم میاد دل تنگم مثل آفتاب آگه من نو نتافی و سرتف و بیرنگم همه آخرم همه کردم مثل توفان خود کردم زبستن بسیه و سلام زنم دستتون در نکنه خالی.